اولهای سال 2019 ششم ینور من دخترچم رو به حاجی سیمراد به پسرش دادم و 2 ماه زندگانی کرد. حاجی همون داماد شونده 2 ماه زندگانی کرد، بعد به روسیه رفت. لیکن در دوام همین 8 ماه 6 ماه او در روسیه گشت. از همین جا ایستاده همه همسایه هاش خالهش به دخترچی ما تو را میدادن که تو کوچه نگرد، لباس رو این خیل پوش، این تو گرد. گفته با هر بهانه‌ای به او میگفتن که ما به شوهر زنگ میزنیم تو از گفته های ما نبر. ولی من از این گفته ها من خودم شخصا خودم بیخبر. از این گفته های آنها فقط زنم با خبر است و من خودم بیخبر. دخترچم شخصا دخترچم از پدرش شکایت نکرده بود، ولی از خود شوهرش و خشتامنش شکایت میکرد. بسیارتر از خشتامنش شکایت میکرد. خشتامنش وی رو نمیگذاشت که در اینجا نشیند. در همون سال 2019 تابستان در هوای گرما به کار میبرد، به علف دروی، به جل دوری یا اینکه به خشابه به سر زمین میبرد. ولی یک مرتبه تقریبا ماهای سپتامبر 2019 از روی گفتی زنم شب اشنزه رعنا خشتامن دخترم به خانه مادرش میرود و با اپی خوارال در جا نشسته صحبت میکنم. در بین آنها چی صحبت کردیم من نمیدانم. وقتی که به خانهش می آید که دخترچی من خواب است، تقریبا ساعتهای 12 شب دخترچی ما را از خواب خیزانده میگوید، خیز میگوید من خاله تو دخترهای مرا طعنه کرده است. گفته هر گپ زده او را عصبش رو ویران میکنه. بعد دخترچم میبیند که نمیشود، یگان سخنی به گپ‌های او جواب نداده به خانه دیگر گذاشته، در آنجا خواب میکنه. از روی گفتی دخترچم اشنزه رعنا خشتامنش شبها میگه خواب نداره، ساعت 2 هم میخیزه، 3 شب یا 5 شب یا 4 شب خسته راه گشته پیش گاو میرود، پیش مال میرود. همین خیلی با هر بهانه‌ای همین یک وای کافته با من میگه جنجال برپا میکنه. همین خوشنامه دخترم زود باور بود، اشنزه رعنا زود باور و به گپ‌های هر کی باور کرده زود گپ آنها رو تصدیق میکرد. مثلا چیزی که آنها میگفتن و گفتی آنها باور کرده. من یک مرتبه همین اشنزه رعنا دختری مرا گرفته به خانه خواهرش که در همسایگی او زندگی دارد با آنجا میبرند. خودش اشنزه رعنا، اشنزه ملاحت، باز چند دیگران دختری مرا در آنجا درآورده گویا با هر بهانه به او را نصیحت کردن میخواهند. دخترم از دروازه همون همسایه اشنزه رعنا برآمده به طری مادرش میآید، به مادرش میگوید که در آخر میگوید مرا تا آخر مرا میگوید همین رعنای ملاحت من اینها میگه مرا میکشه. میگه دیلم میگه بوخ شده ایستاده است. میگه 21 دکبر سال 2019 زنگ تلفنی شد. وقتی که من تلفن رو برداشتم پسرچی از همه خوردیم ظریف و ایوب گریان گفت دادا بیایید. وقتی گریه کرد دیگه چیزی رو نگو به من همون زمان ماشین به سوار شده به جای حادثه به اینجا آمدم راست به طرف خانه همه دخترچم رفتم، خانه اشنزه رعنا رفتم که در آنجا اشنزه رعنا زنم سلام منیره، دخترچم در زمین خواب، موی سرش تیت و پریشان. من خود را گم کردم، ندونستم چیکار کنم. همون زمان دخترچم رو گرفته بعد ماشین در آوردم، روی دست بگرفته اپم ظریف زینب خاله سلام ماهره با همراهی من به بیمارخانه شهری سعودیان رفتیم. در آنجا خواستن که آنها کسلران مانند، ولی سردختر جلیلوف آمده دید و گفت که دخترچه‌تون گذشته است و به ما مصلحت داد که وی را مرحوم را به خانه نبر.
و توی اون گم میشه روز با پنجکین و اکسپرتیز با من از روی گفتیم ها کار کردم دخترچه رو با اکسپرتیز شهر پنجکین بردم آنها در آنجا تشخیص گذاشتند وقتی که ما مرحوم رو همونجا بردیم نزد همون وای با اکسپرتیز با من خودم شخصا در اونجا نبودم و بیانات دادی سال بودم در اونجا شخصان دیگر بودم مثلا زنم همسرم سلام منیره اپم سلام ظریف زینب سلام ماهره خالش سلام رستم خور و دیگران حضور داشتند اکسپرت شهر پنجکین خال و ظفر برآمده میگه که این جبران کشته شده است این خودش رو ناویخته است جبران کشته شده است خانه قطیم پسر خوردی که هم بچه خوردیش اومد که چیز خاله اینجا بود یانگیم زمین غلطی دیگه تاوی رفتم که خوشتامن روان پیشتر در اومد شش تا سر دیلش به زیر کردن این حال زنده گفته گفتم این کشتگی اینو گفتم گیت تو برشتم هم تو گیت موی سرش به چی تو پین موی سرش هم تو در سرش پیش در بیر پاچش پیش هم پاتری همون به استاد و گیر بردار گفتم استاد آورم بعد این داوید تلفن کرد داداش با اینو رفتم خیلی هم دخترک زمین بخورد دیگه یک شرفش بود همون شرفش گیت جا کار نداد این بچه دادرش هم بچه خوردی گفت که یانگیم یک قزقی کنی خوشم قزقی شدیم گفتی معنیش همین دیگه کم نداره دیگه همون جای حادثه به وقتی که جای حادثه که رفتیم اینم دید من خودم دیدم یک چیز نبود نه نارمون بود نه بند بود نه یه اون کرسی بود هیچ چیز نبود اونجا بود یکی آنها بعد رفتن ما یا ساختکاری که خودی همون رعنا همون اولاد خودش قطعی رشته پریس آورمون یک رومال نبود اینجا یک رومال خودش داده همه صورت بود انا اکنون زمین بخورفتی همون خشتومون رو پرسیدم من که ایشنا رعنا این چی خیل شد کجا بود یک دم موقع که ده هوا بود یک دم موقع که ده زمین بود این آخر وای یک گپی انیق مون بگو یک گپ درست بگو که مون فهمیم که وای چی خیل بود من گفتم تو گپ درستش من بگو گفتم که من دلم تخ شود هم توی هم وای همه چندی مراتبه گرفته که همه سوال جواب کردیم همون جنبه گپش هر خیله بعد چند روز من خونه رعنا رفتم من رعنا گفتم بیا همین گپ درستش گفتم ممکن خالتی جو تیک پاش مونده بروم است او خالتی جو کنی نیست که اینجا با او کنی هم خالتی جو که باشه تو نشون تی خالتی جو آقی و خالتی جو آور خودش آدمی که خودش آور خالتی جو براشته بیاره مونده می آویزو با خالتی جو برده خودش مونده اینجا با او کی گرفت مثلا همه مثلا تو رفتی ها وای بلندی قریب 286 و چین کردن اون 286 ها من قدیما که نرسد این چقدر قدش میرسد ممکن همه سپورتسمن که همه آدمی که دوای مخش کرده ممکن قدی همه بزرگ میرسه همونجا خس کرده وای کنه و اون دخترچه برای مثال و چقدر قدر برای که اینجا خودش گرفته آویخت من راستی که همین یکم باوری حاصل نکردم کاری وای همونا این هر گپه شده زاز ایش نیارم وقتی بیانات داد من همونجا بودم خودم همون ناماشون وای به حسن وای به همون کارمندان همون میلیسیا دوام 20 منوت کار کردی اونا 20 منوت وقتی که من همون کاغذ که از طریق خوجا اومد همون که نادرست سنجیدین گفته روی که سنجیدین همونجا گرفته خوندم فهمیدم با همون کامرانی که نامش هم نمیدونم صحبت کردم من برای چی گفتن شما کار روی که کردید برای چی حقی من به همین کار کردید گفتم و چیزی نگفت نمیدونم نزد پروکرور به چی جواب چی وای کرد خودش میدونه که من دختر چی من اگه چیل مثال همه خونه هم اشنده رعنا در پیش کشادگی در مابین کشاد در پشتم در کشادگی برابر هم تو دختر چی منه کی از همون و یا گرفته بیرون برابر معلوم نی اشنده رعنا وقت خودش تنها وقتی پسرچش اینا به فکر من همه دوماران ده هم شوشان ده همه جا بود اشنده رعنا خواهر اینا همه گروپ و همه کار کردند این حاجی سفرمراد برآمد گریخت این گریخته رفت از اونجا که برای خودشون همه سفید کردن این یک ساختکاری کردن اینا دخترم گفتم وقتی بود که شاید نگفت خاله جان باید نک وقت از خودش زمین خاطگی بود زمین خاطگی بود که ما خوش دامن است من یک چیز به حاضر من شک شده موندم که چی به دختری من خودش در خونه خودش مثال نکرد همه کاریه در خونه ای که مثال همه طرف کشادگی برده خودش در همه کرد
من موقع قطع کنم همون قدر ظلم میکردن که همین دخترچی میبیاد باین به 20 متر هم نه میبیاد شین بچیم شین میگم یک 5 یک 10 منو شین نه دادم من میرم اونا نه حاضر میبیان حاضر من اومدم ادوی من حاضر خارش نه خالقنا میبیاد میبیاد یا اون جنگ قربان میکنه یا تلفن میکنه بری بچش که بعد جنگ سرد میشه آخه این زندگی این خیلی نیکو میزان من از همه چیزا من راضیم همه قلق کاری که بین همه زنگام شده من بیخبر از همه چیزا من بیخبر نمیدونم چیکارا شده میگه این اکنون نمیدونم که چخیر وای طاقت کرد همه جا یک مراتبه نگفت فقط یگانه چیزی که مثلا گفتگی همه جانچین یا دخترچه من اینجا گفتگی که همه دادون نفهمن گفتگی دادون خفه میشون گفت من اگر همه گپ یا کار همونای ما اگر رفته گم گفته است دادون خفه میشون نه گفته است bir doktora soktu. Ben bir başka soktu. Hem de bir bu ise safsı geçti. Hadi bir pazar konuşalım. خونه بودم دادرش خوردیش رفت گفت که خاله اینجا بی هم تو رفتم که خرفتگی دو دستش دو دهنش چی به دست دهنین کاری گفتم گفت که این زنده گفت بلکه مردگی پشتی سرش تیشک من اینجا با گلش من هم خودی من این چقوری کردم من هم خطی کرد هم تو سیاه خفشک کردگی بعد این سیاه گشتگی تختی پشتش هم بر سیاه گشتگی من رفتم الکه دیدم دیوای کی وای کرد من دیدم کلتوخ کردم چی کردم مردگی یخ گشتگی یگون چی جوای نبوده دلش هم دست کردم یگون چی نبود من اون پیچ سر همیشه دو جا هم کبیگی خونش نمون با همه ده پیچ سر پختی هم موندی اونجا آخه یک شب خوره کمرده با همه پیچ دادم سیاه گشتگی همین نیگه افتش آختی خیلی میجوچی بچی آختی سب سیاه گشتگی میشه سب سر خشرو خورده هم ده افتش خشرو یک گردنه که هم خیلی جای دست باری سیاه انمی که بر همه قاطی مرده شدم هم تو خونه نمون باور سر ریختاگیم ما هم پخته لوله یک باری کندیم پخته هم موندیم آقا مردگان های گشتن به تیز کنی بکنیم جنازه میکنیم ما پخته هم موندیم قیام زنه کن دیگه پیچوندیم بیتم جناب عالی محترم امام رحمان من به شما مراجعه کرده میگم که حادثه‌ای که به سر من آمد حادثه‌ای که 21 دکمبر سال 2019 به وقوع پیوست که دختر من از این عالم گذشت از روی سنجش ها همه به خلاصی آمدن که وی به خودکشی است لیکن من به این باور ندارم من به شما مراجعه کرده میگویم که دختر من خودکشی نکرده است او را به این مجبور کردند به این راه آورده رسانیدند کسانی که در این کشتار عیبدار هستند در این کشتار آنها دست دارند باید که در نزد قانون جواب گویند من دماغم من آخوام من لباسم کشیدم بعد اینجا من یعنی اینجا باشم گفتم با من درک شدم یعنی چاپ شده اینجا و من بوارتم آچی من سوگی همه رشته لطی شده رومال همه رومال سرخ بود دیدم که همه رشته رومال همونجا رومال همه سرخ تا گردنش بود رشته پریسی سی و قبطه همه چوب بستگی بود سفید پریس بود میله با موی سر باریم بافتگی بود همه رشته پریس روی سیمید سخت بود وقتی گیتم اونجا روی گلی ما برم اونجا بود اینش به اکو خودم ندارم اکو من یون چی گفتم که مثلا چخیل شده که من ناحق مرد که نمیتونم مثلا و یگون گنده نبوده مثلا معاملش نقض بود کاپیتورش چی در کنم بالای سر خدا مثلا یگون وای نبود همه میبینم او اوقاتم تیار جلو هر هفته میشته که یگون وای نبود کرم گشت دو تا گل بود با من گفتم شوشم گل کالون میزده که دست گل خودش همین یگون وای نبود کاپیتورش هم ای باشه نبود با اشکال من گفتم که گپو اینا وای نکن خالی خود کار کردن کرد اینا ناموس ندارن مثلا یک دن پیش گپ خالی خود کار کن همین گپو هم درجه وای کردش یگون گپ تورش وای نبود دختر یگون خود هم نگرست نونم نگرست همین بعدی که اومده است گپ تورش همش خوش دست خوش با
من بالا سر خدا گفتم من شما شد مایلش این فرزند یادم اینه که من برای من یک فرزند بارنده چرا بعد هوای من تو با خود نیستم گپ توریش چه این حاضر نه خانه وایرون پسرم چه خانه وایرون خود مردک دیت من چه واقعا های و مثال یگون ای به مثال یگون گنده میشد مایلش من کای پرال مثال یگون یک جیگرم بارم بایم میکنم من بعد به همه وقت اگه سر وایرون هر روز داورینی سر با میذارم حساب نرو فیزیکی مگو دکتر شوگم تقدیرم همین بود زگاه کی میخواد که مثلا من خونه بچه‌م وایرون کنم اینطور که کجا گوری که با همسایه میفهمیده گوری همینجا شوش اومگی بود عرسی اومگی بود اینطور من 3 و 4 چوپونیم برفتم خونه هم نیستادگم بسیار همین بود دلم پر بود یکو کپ زندگیم کپ تورشت یکو یکم باید نبود مگشتم سحری میبرم بیگون ادر میدرمم تمام چیز دستگاهش کو هر خیس نازیم بده هر خیس قیمت من آقلای وکم و خونای رفت با چای کردیم دو کسه و خیس مالای سر داد مال نبری چی گفت من مال گیتم قیمت تا بالای برد مال های کرد با تلفن عدسی من بود تلفن گیت قطیشون گم بزنم گفته من تلفن دادمش تا حتی اینطور یکم غربت نشه به سحری دخونی اولش که نغز بشه اولش یک هفته می 2 هفته شو رسی اومگیشه اگر مثال من یکم گپ میزد پیش داداش میرفت شکایت کرد که داداش میگفت که همین من ازام میتیم میگفت اگر در ظلم کردی میشه اگر همه تمام میشه زمین آشخون نمیدونم من دیگه که همه خوش میکرد میخوردیم نمیخوردیم نونم خوش میکردم آشتم همه تمام خوش نمیشه اصلا میداد میخوریم نمیداد میشتی نمی دستگیرک نکرده باشم هم تو تمام کار از دستش بود یک دختر میگه که دختر همه خمسای میگفتن که برید دختر میگفتن دیگه هم تو گردنش سیپس یک گشتگی بدم اینجا گردنش سیپس هم تو سیپس عالم بود خود معلم دید پشت سرش خون پنه بود گیروم خونه بود هم روی کردیم چقدر استاد گیروم خونه بود خون پنه بود گیروم من همه بعد 5 منوت است ملیسا اومدم اینجا دیام برفتم حادثه بعد چند مردی بردم حالا نشد ملیسا اومد من دیگه من همین اکا من سیف خدا رحمت خیرامان نازنین همه گتی یخل بود نغز بود اکو چخه نمیدونم این شکل و نغز دختر بود با خودکشی کرد نمیتونه باور نمیکنم این نشان با که با خودش حیاتش نمیتونه که خودش کشد یا که نمیتونه که اول خودش فکر میکنه با پدر مادرش با اینا کردنش در کنه و این کار کردن نمیتونه من گنجینه شبر نکرده بودم کشتامش از اون در قشلاق بسیار گم زن که من دوای راضی نیستم و کلین کردن نمیخواستم و فهمیدم گفتم بسیار گم زن خیشونش بسیار گم زن چی به کلین کرده وقتی که خونی شوش رفت هر کشتامش بسیار ازم داد افقاد بسیار مطمئن روان بسیار میریزی دشت به بسیار کارم فرماید گرما در گرما هم میرفت کرد وقتی که حال شفر نکرده بود من گفتم امسال تو عروس میشی میگفت که این خیلی نگویدم و من میکشد و همیشه میترسم و یکون وقت به این کار نمیکند یکون وقت نگفت است که من خوب میکشم خواهم این گپ یکون وقت نمیکند روز که مردیش پشتن آب مردی و سرخ بود نه مثل دیگر صاف نبود خون بود تناش سیبسیاب بود ما خبر گفتیم پشت سرش چقور بود خون میری ما شدنش بدم ما شدم پیش بام دروما بعد مرده کفام پیچ کردم همه جبام آبی خوار همم نزدیک بود همیشه کپیتلش تریب میگفت یکم بار گپ موید رد نکرد یکم کار فرمایید کم نی نگفت